این خاندان حیات علم در بیانات نورانی هست امیر هست که هم عیش العلم و موت الجهل، جامعه با علم زنده است و با جهل مرده است و تمام دستورات اینها حیات بخش است. وقتی این کریمه نازل شد در سوره مبارکه انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که البته اصلش تثنیه است ولی فعل مفرده، چون دعوت پیغمبر غیر از دعوت خدا چیز دیگری نیست. اذا دعاکم است نه دعواکم، لما یحییکم. کسی مشغول خوندن نماز بود، وجود مبارک پیامبر دستور داد فرمود فرون کار رو انجام بده یا او رو صدا زد، این نمازش ادامه داد. بعد از نماز حضرت توضیح خواست، فرمود من بهت گفتم چرا این کار رو انجام بده، چرا انجام ندی؟ عرض کرد یا رسول الله داشتم نماز می‌خوندم. فرمود مگر نشنیدی خدا فرمود این دعوت شما رو زنده می‌کنه؟ تو باید حرف منو گوش میدادی. همون که گفت نماز بخون، همون گفت اگر پیغمبر گفت فلان بگو بله. مگر نشنیدی خدا فرمود اذا دعاکم لما استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حرف همونی که گفت اقیم الصلاة، همون گفت وقتی پیغمبر گفت فلان بگو بله. چرا نگفتی بله؟ حرف ما شما را زنده می کند. روزی که امت اسلامی تابع قرآن و اطاعت شد، به لطف الهی توانست از نقص برهد به کمال برسد و بیگانه هم تلاش و کوشش این است که این معارف را کمرنگ کند.